سلام علیکم، غلام صدیق هستم. در فعلا اعتصاب غذا کرده. امیدواریم که از همه بچه افغان اینجا دفاع کنیم از اعتصاب غذا. حدود 28 روز میشه که نان نخوردیم. امیدواریم که این ویدیو را همه بچه افغانیا ببینه. اگر در هر شهری باشه خواهش میکنم ازش که از لحاظ پیسه دلسوزی نکنه. همین مظاهره که بچه افغان اینجا درست میکنه، بیا اینجا اشتراک کنه که به نفع همه هموطنانمون تمام بشه. همه افغانایی ما که از ترس زندگی میکنن، دیفورتی داره، منفی داره، که بتونه بهشون حمایت کنه. بعدم خواهش میکنم هر جایی که در هر کشوری که افغانا هستن میتونه به حساب همین بچه‌ای که 28 روز غذا نخوردن، دهانه خودشون دوختن، میتونه همونجا در کشورهای دیگه میتونه مظاهره کنه به حساب همینا. چون ما یک افغان هستیم، هر زبانی که هستیم بعدم به اسم یک افغان اومدیم اینجا. میتونه به حساب مثلا BBC و رادیو اینا مسیج روان کنه، میتونه به حساب همین کشور اینجا پارلمان مسیج روان کنه، میتونه با کشور افغانستان پارلمان مسیج روان کنه که از اونجا مسیج بفرسته به اینا. بیادر افغان چی در فنلند هستی، چی در چیز هستی، میتونی همکاری کنی از چیزا، خصوصا با هم مردمایی که در فنلند هستن. ما اینجا که افتادیم بیادر نه که به نفع خودمون، به نفع هر افغان، هر وزیری که اینجا اومدن مسیجی که روان کردیم، هر وزیری که اومده گپایی که زدیم، نه خصوصا از خودمون دفاع کردیم، از هر چی بچه افغان هستن پیشنهاد را پیش کردیم. خودتان میبینی همین پارلمان اینجا، جلوی پارلمان 7 روز 8 روز روی چمن خواب کردیم، نه بستره بود نه چیزا بود، همه مشکلاتا با پلیس داشتیم اینجا. خیمه‌مون جمع کنه، پرده هامون بکنه، تابلوها رو بکنه. خلاصه ما اینجا نرفتیم، از اینجا فرار کردیم و این جنگ و جدال که اینجا ما تحمل کردیم. نمیخوام که تنها از خودمون باشه، هر چی باشه افغان باشه ازش دفاع کنیم. یاداره خودتان کوشش کنید در هر شرایطی. بعضم برات پیشنهاد میکنم هموطنان ما از نزدیک حدود 800 کیلو اینجا خودمون رساندیم، اینجا اومدیم 800 کیلومتر از خودساروی اومدیم. شما میتونی همین دور برا حدود 200 افغان است بیای جمع شوی بیادره، چی با فامیل باشه چی مجرد باشه میتونی خودتان برسن اینجا. خصوصا الا از بیادر ما و شما الا در دیپورت سنتر است، با فامیلشان هستن. موقع ندی که این بنده خدا را در دیپورتش کنم. بیایی همینجا یک مظاهره درست کنیم، نه به خاطر نفع، به خاطر نفع همه افغانان وطنان. این بیادر میبینی که حالا این مریض شده دیگه، از قلب دردی داره، امبولانس هم نمیمانیم که بیا.